فقط میدونستم یک نفر کنار من ایستاده و این طبق اطلاعاتی که به من داده شده بود کسی هست که فقط اومده از من دفاع کنه. دیگه اونجا فهمیدم که حسابرسی شروع شد. اونجا بود که متوجه شدید؟ بله. کجا این شما؟ تازه فهمیدم کجا. یه میز رو در نظر بگیرید. اون میز به صورت ال مانند ال انگلیسی در نظر بگیرید. 4 نفر نشستن در یک قسمتش و یک نفر دیگه در انتها در قسمت تنهای پایین ال نشسته بود. فقط احساس کردم که داره به سمت من میاد. این رو فقط فهمیدم که داره به سمت من میاد. میز رو ترک کرد به سمت شما. اون افراد رو ندیدم. نمیدونم چه شکل و قیافه‌ای بودن، اصلا ندیدم. حضورشون رو احساس حضور کرد. ولی میدونستم 4 نفرن. ولی اون نفر آخری که 5مین نفر بود رو دیدم که داره به سمت من میاد. خیلی وحشتناک بود. خیلی وحشتناک بود. خیلی وحشتناک بود. خیلی وحشتناک بود. خیلی ترسناک بود. خیلی ترسناک بود. خیلی خیلی به قدری وحشتناک. سیمای من اسمشو میذارم سیمای گرگ داشت. سیمای گرگ داشت. ولی گرگ خودمون در زمین خیلی زیباست. گرگی که در زمین خیلی زیباست. گرگ خودمون در زمین خیلی زیباست. به قدری گرگ وحشتناک بود. به قدری وحشتناک بود که من هر چی برای شما بگم شما تجسم میتونید بکنید. خیلی وحشتناک. اون گرگ عمل من بود. یعنی اینکه اون موجود با کارهای شما ساخته شده بود. بله. از کارهای شما ساخته شده. بله. یعنی تا قبل از اینکه شما اون اعمال رو انجام بدید این وجود نداشته. خیلی وحشتناک بود. خیلی. من تا به امروز هیچ چیزی در این دنیا وحشتناکتر از اون موجود ندیدم. فیلم های وحشت دیدین؟ اصلا وحشتناک نیستن. اصلا وحشتناک نیستن. اون چیزی که من دیدم ماورای وحشت بود. به قدری وحشتناک بود. به قدری وحشتناک بود که من به یک بار دیدم موهای سرم سفید شد و از پایین به بالا رشد کرد و ولی سفید شد از ترس. از شدت ترس از هم شدت موها ترس. رشد کرد و هم سفید شد. برای من موام و ریشم سفید شده. ناشی از چیه؟ ترسی که برام اونجا اتفاق افتاد و اون مرور اون ترسی که برام ایجاد شده بود که بعد از اینکه اون اتفاق افتاد اون ترسی که اونجا برام عارض شد و اومدم توی این دنیا توی این 4 سال مرور کردم اعمالم رو اعمال اشتباهم رو گناهانم رو مرور کردم و تطابق دادم با اون عذابی که اون دنیا قراره که مثلا حالا اگر باشه قراره که باشه. من وقتی اینا رو با هم کنار هم میذارم میبینم که جور در نمیاد. هیچ معادلی نمیتونه اینا رو جور در بیاره و این وحشت واقعا انسان رو پیر میکنه. آیه موضوع ما تو سوره مزمل داریم آیه 17 خداوند به کافران اونجا میگه چطور پرهیز نمیکنید از روزی که چی؟ کودکان پیر میشوند. کودکان پیر میشوند. هم رشد کرد هم سفید شد.
و سفیدیشو دیدم به سمت پایین اومد. اون گرگ رو فقط نظاره میکردم، هیچی نمیتونستم بگم، هیچی. میدونستم که تموم کارم. گرگی بود که پشمای سیاه وحشتناک داشت، دندانهای خیلی وحشتناک داشت، خیلی وحشتناک. از بالا به پایین نگاه کردم، فقط نگاش کردم. قسمت پایین پاش رو وقتی نگاه کردم، سم خیلی بلندی رو دیدم، خیلی بلند بود که حتی تا یک مدت من تا چندی قبل من اصلا به این فکر نکرده بودم که اصلا گرگ سم نداره، ولی من سم دیدم. تمام بدنش از پشم سیاه و افتاده پوشیده شده بود. خیلی وحشتناک بود آقای موضوع، خیلی وحشتناک. فقط یک سوال از من پرسید، یک سوال. من اسم خانمم فریباه. اشاره کرد رو به من با همین حالت، هنوز یادمه. دستش آورد رو به روی من، گفت چرا اینقدر با فریبا بد اخلاق بودی؟ همین. چرا با فریبا اینقدر بد اخلاق بودی؟ بترس از کسی که سکوت کرد وقتی دلش رو شکستی. بترس از کسی که سکوت کرد وقتی قلبش رو شکستی و او تمام حرفهاشو به جای تو فقط به خدا زد و خدا خوب گوش کرد و خوب به یادش میمونه آنچه رو که گوش کرده از کسی که قلبش رو شکستی. و خواهد رسید روزی که خداوند تمام اون حرفها رو سر تو فریاد بزنه و اونجاست که تو نمیتونی پاسخ بدی و تو اون روز رو درک خواهی کرد. چرا با فریبا اینقدر بد اخلاق بودی؟ با همین آرامی گفتم. با همین آرامی. من داشتم میمردم از ترس. به قدری وحشت کرده بودم، به قدری وحشت کرده بودم. تو نگاهشون تهدید بود، حرکتشون تهدید بود. هیچی نبود، فقط من از اون هیبتش ترسیدم. هیبتش واقعا وحشتناک بود، واقعا اسمشو بذارم دهشتناک بود. بذارم چی بذارم؟ من خانمم میدونه از اون روز به بعد من نگاه آسمون نمی کنم. چی کار نمی‌کنی؟ نگاه آسمون نمی کنم. چرا؟ میترسم باز ببینمش. 5 سال آسمون رو نگاه نکردی؟ نگاه نکردم، نگاه نمی کنم. 5 سال با شما در جنگل‌های شمال قدم زدم و الان متوجه شدم این رو. و من فکر می‌کردم که شما آسیبی در گردنتون هست که نمیخواید به بالا نگاه کنید. وقتی دوربین پرنده ما میپرید حتی و از شما میخواستم به دوربین نگاه کنید، نگاه نمیکردید و من نمیدونستم چرا. و چون احتمال دادم آسیبی در مهره‌های گردن شما هست، بیشتر اصرار نکردم. گفتم شما شرمنده نشید که گردنتون آسیب دیده است، شاید نمیخواید بگید. الان میفهمم. بله، من بالا رو نگاه 5 سال نمی به کنم. آسمان نگاه نکرد. نمی کنم. با اینکه از خانمم حلالیت گرفتم ولی نگاه نمی کنم. مبادا ببینیدش. مبادا ببینم. شما چون نمیدونید. بالا بود، سمت بالا بود. بالا بود. نمیدونید چقدر وحشتناک بود. هرچی تجسم کنم برای شما محاله 1/1000 بدونید اون چه شکلی بود، اون چه قیافه ای داشت. اصلا نمیتونید تجسم کنید. امیدوارم هیچ کس نبینه.
و شما هم اصلا نمیتونید حال من رو الان درک کنید. من با رازی مواجه شدم که الان برای من گشوده شد. با مردی مواجه هستم، با مردی هم قدم شدم که علت سربالا نکردنش ترس از نگاه کردن به آسمان بوده و الان میفهمم. حال خیلی عجیبی دارم آیه عظیمی. من لحظه لحظه از خانمم حلالیت میگیرم ولی بازم نگاه نمی کنم. به همیشه زاویه نگاه شما یه مقدار سر رو پایینه. یه کلاه لبه دارم دارید؟ کلاه رو برای همین گرفتم. واسه همین گرفتید کلاه رو؟ بالا رو نبینم که اگه احیانا اتفاقی چشم افتاد اون کلاه مانع بشه. هیچکی نمیدونه اینو. من الان تو ذهنم مرور کردم اینها رو متوجه شدم. این فرم سر رو پایین نگه داشتن شما و اون لبه کلاه به نظرم رسید که هر دو پس راز این کلاه لبه دارم همین هستش. من بالا رو نگاه نمی کنم چون چیزی رو که من دیدم خیلی وحشتناک بود. خیلی. اون مخلوقی که عمل خودم قبلا خلق نشده بود. عمل خودم بود. عمل شما بود. عمل خودم بود. شما خلقش کرده بود. عمل خودم بود. اشتباه خودم بود. اشتباه کردم. میگن اعتراف نکن. اعتراف میکنم. اشتباه کردم. میگن شاید بعضیا برداشت بد بکنن. اصلا برام مهم نیست. اصلا مهم نیست. فقط تنها چیزی که برام مهمه اینه که خدا به من فرصت داد. زمانی که اون موجود اون وحشتناکی رو دیدم، من اسمشو میذارم وحشتناک. شما فرمودین بگو اسمای دیگه براش بذار. من هر اسمی براش بذارم باز هم نمیتونم از اون وحشتناکش کم کنم. خیلی ترسناک بود. خیلی. فقط اینو میدونم کلمه پیدا نمی‌کنید ظاهرا که اصلا اسم وحشتناکی که ما میذاریم خیلی کمه.